دزدا منتظر فرصتن تا شکار خودشونو به دام بندازن. با ارتکاب یه جرم که فقط چند دقیقه طول میکشه میتونن به میلیون‌ها دلار برسن. اونا هیچ ردی از خودشون به جا نگذاشته بودن، ولی اجساد رو به حال خودشون رها کرده بودن. پلیس باید هر چه زودتر این دزدهای خطرناک رو دستگیر کنه و اونها رو به سزای اعمالشون برسونه. تو شهر بوستون نیروهای پلیس و اداره تحقیقات فدرال به دنبال پیدا کردن یه سری از دزدان که تو زمینه سرقت از خودروهای زره‌پوش بسیار حرفه‌ای عمل میکنن. این گروه از دزدا از زمانبندی خاص و دقیقی برای سرقت میلیون‌ها دلار پول نقد استفاده کرده بودن و ماشین‌های خودشون رو میسوزوندن تا هیچ ردی از خودشون به جا نذارن. با گسترش این دزدی‌ها جیم کارلستروم، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال تو شهر نیویورک، از ترفند پیچیده‌ای برای به دام انداختن این دزدا استفاده میکنه تا برای همیشه جلوی کارهای خطرناک اونها رو بگیره. تو 22 دسامبر سال 1987 قبل از ساعت 8 صبح تو خارج از ایالت ماساچوست شهر بوستون که اکثر افراد شاغل تو این ساعت به سر کار میرن، یه گروه از دزدا به کمین نشستن. هدف اونا شهرک ویموسه که تو فاصله 18 مایلی از جنوب شهر بوستون قرار داره. این گروه ساعت 8:30 صبح وارد بانک میشن و ثبت میکنن. در واقع اونا منتظر نیستن تا بانک باز بشه. گروه دزدای حرفه‌ای آماده حمله میشن. سرقت مسلحانه خودشون رو به راحتی از بانک انجام میدن و پا به فرار میذارن. سرانجام یه چند صد متر دورتر از بانک و تو پشت یه مرکز خرید ماشین خودشون رو متوقف میکنن. هدف بعدی اونا سرقت از یک خودروی زره‌پوشه. خودرویی که یکی از بزرگترین خودروهای زره‌پوش تو ایالت ماساچوست به شمار میاد. وقتی زمان مناسب فرا میرسه، اونا حمله خودشون رو شروع میکنن. این سرقت به پلیس گزارش داده میشه. جیم کرافورد، نیروی ویژه اداره تحقیقات فدرال، همزمان با یه نیروی دیگه به صحنه جرم میرسه و تحقیقات خودش رو آغاز میکنه. تو رادیو گزارش سرقت از یک کامیون زره‌پوش تو شهرک ویموس پخش میشه. پلیس چند دقیقه بعد از سرقت تو محل حادثه حاضر میشه. با گشتن پارکینگ چند تا کیف پر از پول پیدا میکنن. این کیف‌ها روی زمین افتاده بودن و دزدا اونا رو با خودشون نبرده بودن. از نظر پلیس این مسئله واقعا عجیب بود. تو همین حین گزارش با آتش کشیدن یه خودروی ون آبی رنگ به پلیس داده میشه که مشخصات اون مشابه با خودروی دزداست. این ون تو فاصله کوتاهی از بانک قرار داره. این خودرو به مدت یه 10 دقیقه تو آتیش میسوزه و به کل نابود میشه. به همین صورت دزدا هیچ ردی از خودشون به جا نمیذارن. بازرسا کل محدوده پارکینگ بانک رو میگردن تا بلکه بتونن یه ردی از این دزدا پیدا کنن، ولی تلاش‌ها بیفایده است. پلیس داخل خودروی زره‌پوش رو هم با دقت بررسی میکنه، ولی هیچ چیزی پیدا نمیکنه. افرادی که داخل خودروی زره‌پوش بودن به پلیس گفتن که دزدها به صورتشون ماسک زده بودن و نمیتونستن صورت اونا رو ببینن. اما خب با دیدن چشمای دزدا حدس میزدن که اونها حتما سفید پوستن. البته دزدا دستکش هم پوشیده بودن. با ترفندهای خاصی که این دزدا داشتن، پزشکی قانونی هم نتونست هیچ اثر انگشتی رو پیدا کنه. در کل این دزدای مسلح خیلی عجیب و غریب بودن و تو هنگام آغاز عملیات سرقتشون از شمارش معکوس استفاده میکردن. یکی از دزدا که به طور معکوس میشمرد کرونومتر با خودش داشت. زمان بندی سرقت اونا به حدی دقیق بود که به خوبی میدونستن که تو چه دقیقه‌ای عملیات سرقت مسلحانه خودشون رو آغاز کنن و تو چه زمانی اونو به پایان برسونن یا حتی چه زمانی وسیله نقلیه خودشون رو به آتیش بکشن. عملکرد اونا به حدی حرفه‌ای و دقیق بود که نیروهای پلیس واقعا حیرت زده شده بودن. تنها سرنخی که بازرسا داشتن معمای به جا گذاشتن میلیون‌ها دلار روی زمین بود. همون کیفای پر از پولی که پلیس پیدا کرده بود. دزدا هر کسی که هستن احتمالاً اون مقدار پول رو رها کردن تا به زمانبندی دقیق خودشون برسن. در واقع این گروه از دزدا با نظم‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و با دقت‌ترین گروهی بودن که تا به حال پلیس با اونها برخورد کرده بود. این یه پرونده سخت و مشکل تو اداره تحقیقات فدرال به شمار می اومد. پلیس احتمال میداد که این گروه یه همدست داشته باشه، کسی که تمام برنامه ریزی ها زیر سر اونه
ولی خب هیچ گونه شواهدی برای اثبات این حدس وجود نداشت. در طول این تحقیقات تمام نیروها بازجویی می شدن، ولی خب هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن اونها تو این پرونده پیدا نمیشه. دقت منحصر به فرد این دزدها تو پرونده سرقت از خودروی زره‌پوش تو شهرک ویموس جیم کرافورد رو به 25 سال قبل میبره و به یاد مجرم افسانه شهر بوستون یعنی ریچی هارولد میندازه. تو سال 1977 کرافورد مأمور بررسی پرونده ریچی هارولد بود. ماجرا مربوط به سرقت از کامیون ویلز فارگو متعلق به شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکداری آمریکا تو برینتری ایالت ماساچوست میشه. تو دهه 1960 و 1970 ریچی هارولد و گروهش متهم به مشارکت در تعدادی از سرقت‌های مسلحانه از خودروهای زره‌پوش بودند. با اینکه تو پرونده شهرک ویموس هیچ اثر انگشتی تو محل جرم پیدا نشد، ولی کرافورد افسر فدرال احساس میکنه که ریچی هارولد تو این پرونده دست داشته باشه. در واقع بین پرونده شهرک ویموس و سرقت از کامیون ویلز فارگو از نظر عملکرد، دقت، سرعت یک سری شباهت‌هایی وجود داره. مخصوصا اینکه این گروه از دزدا به قدری از نظر زمان محدودیت داشتن که کیف‌های پر از پول رو به حال خودش رها کرده بودن. پرونده ویموس از همه نظر، حتی از این لحاظ که دزدها هیچ ردی از خودشون به جا نذاشته بودن، به پرونده سرقت تو سالهای قبل شباهت‌های عجیبی داره. ولی این سرقت کار ریچی هارولد نیست، چون اون مرده بود. منطقه بوستون همیشه جایگاه امنی برای خودروهای زره‌پوش بوده. تو دهه 60 و 70 مردای جوون شهر چارلستون تو سرقت از بانک و کامیون‌های نظامی مشارکت داشتند. مثلا تو دهه 70 دزدیدن کامیون‌ها بسیار رایج بود و تو دهه 80 هم افراد حرفه‌ای‌تری تو سرقت از کامیون‌های نظامی مشارکت داشتند. برای اینکه اداره تحقیقات فدرال بتونه تحقیقات خودشو کامل کنه، نیروهای ویژه‌ای رو به اداره پلیس ماساچوست و بوستون اعزام میکنه. اونها با کمک تمام خبرچینایی که داشتن تحقیقات زیادی رو انجام میدن، برای اینکه پلیس مسیر تحقیقات خودش رو به سمت درستی هدایت کنه و هویت دزدها رو هم کشف کنه. قطعا به یک سری اطلاعات محرمانه نیاز داشت. این بار دزدها تو 22 دسامبر 1987 یه خودروی زره‌پوش رو تو بانک ماساچوست ویموس متوقف میکنن و میلیون‌ها دلار پول رو به جیب میزنن. بر اساس گفته‌های جیم کرافورد، این دزدها اونقدر احمق نیستن که خریدای بزرگ کنن یا با کسی در مورد اون صحبت کنن و کارهای خودشون رو کاملا مخفیانه انجام میدن. اونا به قدری با احتیاط عمل میکنن که لو نرن. مقدار پولی که سارقا از طریق این سرقت‌های مسلحانه به دست میارن بسیار قابل توجه بوده. متاسفانه تحقیقات بیفایده بود و پلیس از این نگران بود که این سرقت‌ها به همین شکل ادامه پیدا کنه. افرادی که دست به سرقت از خودرو و کامیون‌های زره‌پوش میزنن، اول از همه این ایده تو ذهنشون به وجود میاد که قرار فرار کنن و بدون توجه به کارهایی که قرار انجام بدن مرتکب چنین جرمی میشن. در واقع برای اونا فرقی هم نداره که حتی تو این کار یه نیروی پلیس هم بکشن. تو 31 می سال 1989 که 1 سال و نیم از سرقت از بانک ویموس میگذشت، حدوداً تو 60 مایلی غرب بوستون نیروهای پلیس نگران سرقتی هستند که قرار رخ بده. دزدا تو عرض چند ثانیه خودروهای زره‌پوش رو تحت نظر میگیرن. اونا یه بار دیگه راننده خودروی زره‌پوش رو مجبور میکنن تا به سمت مرکز خرید اطراف بانک بره، یعنی دقیقاً همون مکانی که تو پرونده قبلی ماشین زره‌پوش رو متوقف کرده بودن. این بار یه مقدار کمی از پول رو به جا میذارن. از نظر مادی سرقت از خودروی زره‌پوش خیلی بهتر از سرقت از بانکه. بر اساس گفته‌های جیم کرافورد، دزدی از بانک به خاطر وجود دوربین، شیشه ضد گلوله و بقیه چیزا کار بسیار پر ریسکیه. تو سرقت از خودروی زره‌پوش از نارنجک دودزا برای فرار استفاده میشد. راننده خودروی زره‌پوش با وجود اینکه به شدت مجروح شده بود، بازم برای زنده موندن تلاش میکنه. افسر پلیس خودشون رو به صحنه سرقت میرسونن تا تحقیقات لازم رو انجام بدن. خوشبختانه این بار راننده خودروی زره‌پوش که زنده مونده تونسته اطلاعات بیشتری رو در مورد دزدها در اختیار پلیس قرار بده. به گفته این راننده، دزدها روی صورت خودشون ماسک داشتن. در واقع پلیس دزدها رو توی حالتی دیده بود که مشغول به آتش کشیدن خودروی خودشون بودن. حالا دزدها باید یه راه فرار دیگه پیدا می‌کردن.
احتمالاً میخواستن به طرف جنگل فرار کنن، ولی این راه فرار برایشون سخت بود. بازرسا متوجه میشن که دزدها با رد شدن از روی پل به سمت جنگل فرار میکنن، بنابراین به راحتی توسط مردم دیده میشدن. بعد از این سرقت پلیس هم به دنبال دزدها میره و از طریق اون مسیر به یک منطقه مسکونی تو کنار یک خیابون میرسه. پلیس متوجه میشه که یه چیز مشکوک این وسط وجود داره. به گفته شاهدا 3 مرد از جنگل بیرون اومده بودن و کیسه های بزرگی رو با خودشون حمل میکردن، بعدم سوار یه ماشین میشن. این شاهد نتونسته بود صورت دزدا رو ببینه، ولی صورت راننده اون ماشینه رو دیده بود. پلیس گزارش دستگیری ماشینی با 4 سرنشین رو اطلاع میده و برای جستجوی این ماشین حتی هلیکوپتر مخصوص هم اعزام میکنه. 40 دقیقه بعد این سرقت پلیس تونست ماشین دزدها رو تو فاصله چند مایلی از بانک‌ها پیدا کنه. بله، این بار هم برای از بین بردن هر گونه مدرکی اون ماشینه رو با آتیش کشیده بودن. خوشبختانه برعکس پرونده سرقت از بیموس، یه مقدار از وسایل داخل ماشین تو آتیش نسوخته. این وسایل شامل پتو، کیف مخصوص بانک برای نگهداری از پول و البته یه فرمساز سالمه که برای به صدا در اومدن زنگ هشدار موقع باز کردن کیسه پول از اون استفاده میشه. از اونجایی که این فرمساز دست نخورده بود، پس دزدها به قدری حرفه‌ای بودن که بدون اینکه زنگ هشدار اون به صدا در بیاد، کیسه های پر از پول رو باز کرده بودن. این بار شماره پلاک جلوی ماشینم تو آتیش نسوخته بود. تو سرقت 31 می سال 1989 دزدا $800,000 سرقت کرده بودن. در واقع اونها از پشت به راننده خودروی زره‌پوش شلیک کرده بودن و اونو به حال خودش رها کرده بودن تا تو پارکینگ بانک بمیره. ولی خب به طرز معجزه‌آسای اون زنده میمونه. پلیس یه وسیله نقلیه دیگه هم پیدا میکنه که سوزونده شده بود. اونا فکر میکردن که احتمالاً دزدا برای تفریح این خودرو رو سوزوندن، ولی با بررسی‌های بیشتر مشعل امداد رو تون پیدا میکنن که برای سوزوندن خودرو استفاده میشه. البته این خودرو هم قبلا به عنوان خودروی سرقت شده گزارش شده بود. همه این مدارک میتونست به پلیس کمک زیادی بکنه. راننده مجروح به پلیس میگه که این دزدا خیلی خطرناکن. سروان ریچارد راند از این میترسید که دستگیری این دزدها سخت باشه. اونا برنامه خوب و دقیقی برای انجام سرقت دارن. برنامه دقیقی هم برای فرار از صحنه جرم داشتن و البته به راحتی تمام مدارک به جا مونده از خودشون رو از بین میبردن. اگه بخوام به طور موشکافانه تری به پرونده سرقت‌های مسلحانه نگاه بندازم، دزدا از برنامه خودروهای زره‌پوش و حتی برنامه بانک هم خبر داشتن و همه اطلاعات لازم رو به طور کامل در اختیارشون بود. تو طی بازجویی از راننده، نیروهای پلیس متوجه میشن که اونها از یه نوار چسب استفاده میکردن تا قربانیان خودشونو با اون ببندن. هیچ اثری از پوکه فشنگ تو صحنه جرم پیدا نمیشه. سرانجام پلیس برای تحقیقات بیشتر به دنبال صاحب ماشین سرقت شده میگرده. تو طی بازجویی‌ها از صاحب ماشین سرقت شده مشخص میشه که اون فرد قبل از اینکه ماشینش دزدیده بشه، اونو به یکی از دوستای خودش قرض داده. در واقع وقتی ماشینه در اختیار دوست اون بوده این سرقت انجام شده. دوست این مرده اسمش گرگ هیکس بوده. پلیسا به این فرد مشکوک میشن. با بررسی‌های بیشتر مشخص میشه که هیکس سوء پیشینه کیفری هم داره. تو سابقه خودش انواع جرم به خصوص دزدی خودرو هم ذکر شده بوده. از طرفی مواد مصرف میکرده. بازرسا هیکس رو تحت فشار قرار میدن تا در مورد ماشینی که از دوستش قرض گرفته بود و دزدیده شده یه سری توضیحات دقیق ارائه بده. در واقع هیکس آخرین نفری بوده که اون ماشین سرقت شده رو دیده بود. سرانجام اون اقرار میکنه که ماشین سرقت نشد و خودش اون ماشین رو به یه نفر دیگه داده. بعدم سراغ دوستش میره و خبر سرقت خودرو رو به اون میده تا گزارش سرقت ماشین رو به پلیس بده. گرگ هیکس به دزدی از خودرویی که تو پرونده سرقت فیچبرگ استفاده شده بود هم اعتراف میکنه. اون در آخر میگه که این دوتا خودرو رو به یه فردی به نام کار تاکر تحویل داده و تاریخ تحویل خودرو هم درست یه شب قبل از پرونده سرقت از خودروهای زره‌پوش تو فیچبرگ بوده. بازرسا بازم تحقیقات بیشتری رو انجام میدن و از منابع خودشون میخوان در مورد کار تاکر اطلاعات بیشتری به دست بیارن، ولی خب هیچ کس در مورد مردی به این نام چیزی نمیدونه. اونا از مارتین کولمن، کارآگاه با تجربه پلیس بوستون کمک میگیرن و بر اساس اطلاعات به دست اومده تو جنوب بوستون به کار نصب تأسیسات آلومینیومی و تعویض پنجره مغازه‌ها مشغول بوده.
ولی سرگرمی اون سرقت خودروها و به دست آوردن اطلاعات در مورد کارمندان شرکت خودروهای زره‌پوش بوده. پلیس مدارک و شواهد کافی برای دستگیری تاکر نداره. فقط ادعاهای گرگ رو در اختیار داره که خودروهای سرقت شده به تاکر تحویل داده شدن. یه سری اطلاعات محرمانه به دست پلیس میرسه، مبنی بر اینکه تاکر متهم به دزدی و پرسه زدن تو بوستونه. بازرسا تلاش میکنن تا هویت دوستان تاکر رو کشف کنن. پلیس توی یه بار مشروب فروشی که تاکر به اونجا میرفته متوجه حضور سارق بانک معروفی به نام فرد روگان میشه. رابرت کرافورد روگان رو به خوبی میشناخت. تو دهه 70 اون مظنون به همکاری در سرقت با مشارکت ریچی هارولد بود. کرافورد اونها رو تو حالی دیده بود که با هم بانکی رو تو منطقه کوینسی ماساچوست زیر نظر گرفته بودن. اگر فرد روگان تو هر دو پرونده سرقت خودروهای زره‌پوش مشارکت داشته باشه، پلیس میتونه به اطلاعات خوبی در مورد نحوه انجام سرقت دست پیدا کنه. دقیقاً 2 سال بعد از پرونده سرقت از ویموس و 2 ماه بعد از سرقت فیچبرگ، بالاخره مامورای پلیس چند تا مظنون داشتن. حالا این سوال مطرح میشه که آیا مامورای پلیس میتونن این گروه خطرناک رو قبل از اینکه دیر بشه دستگیر کنن یا خیر؟ واقعیت اینه که این 2 ماشین زره‌پوش به فاصله 16 ماه از هم سرقت شده بودن توسط یک گروه از دزدا که در کل بیش از $1,800,000 به جیب زده بودند. تو اولین سرقت از ماشین زره‌پوش میلیون‌ها دلار به راحتی از دست رفته. این سرقت بزرگترین دزدی مسلحانه تو تاریخ نیو انگلند به شمار میاد. تو دومین سرقت از خودروهای زره‌پوش، دزدا برعکس سرقت قبل پول چندان هنگفتی رو به چنگ نیاورده بودند. ولی خب یه اشتباه بزرگ مرتکب شدن که باعث شده بود پلیس بتونه شماره پلاک خودرویی که با اون سرقت انجام داده بودن رو بفهمه. داستان ادامه پیدا میکنه تا اینکه سرانجام پلیس به کارل تاکر میرسه. کارل تاکر اکثر اوقات با فرد روگان به بار مشروب فروشی میرفت. روگان یه جورایی مرید ریچی هارولد بود. پلیس اطلاعات کمی در مورد فرد روگان داشت و در مورد کارل تاکر هم اطلاعات چندانی وجود نداره. بازرسا تو کوچه پس کوچه های بوستون به دنبال یه سری اطلاعات در مورد تاکر و دوستانش میگشتن. بر اساس گفته های کاراگاهی به نام مارتین کولمن، فردی به نام استیو فارل به تازگی از زندان آزاد شده بود. اون نمیتونسته تو این دزدی‌ها مشارکتی داشته باشه، ولی ممکنه افرادی که مظنون این پرونده شدن رو بشناسه. البته خود اونم به سرقت از خودروهای زره‌پوش هم اعتراف کرده. فارل کارمند یکی از شرکت‌های خودروهای زره‌پوش بود. یه روز یکی از کامیونای زره‌پوش رو میدزده و پا به فرار میذاره. وقتی از استیو فارل در مورد مظنونای پرونده‌های سرقت سوال میپرسن، فوراً جواب میده که ممکنه کارل تاکر هم تو این دزدی‌ها مشارکت داشته. پلیس به این فکر بود که توی رستوران چینی که درست تو وسط محله چینی‌ها قرار داره، با کمک کرافورد یه ملاقات با کارل تاکر داشته باشه. از نظر پلیس 2 نفر وجود دارن که میتونن با بازجویی از اونا با اطمینان بگن که آیا تاکر تو این پرونده های سرقت مشارکت داشته یا نه. از یه طرف پلیس نگران این بود که این مظنونا با نیروهای پلیس هم در ارتباط باشن. در ادامه بازجویی‌ها استیو فارل توضیح میده که به خوبی کارل تاکر رو میشناسه، ولی تا به حال با هم کار نکردن. به گفته فارل، تاکر در بین مردم خیلی محبوبه و از یک کسب و کار قانونی برای پولشویی استفاده میکنه. فارل مشکل قلبی داره و میخواست گذشته کثیف خودش رو جبران کنه. از این رو تمام و کمال به پلیس کمک میکنه. بازرسا نگران جان فارل بودن. برای تأمین امنیت شخصی اون مأمور گذاشته بودن. فارل برای کمک به پلیس از به خطر انداختن جون خودش هم ترسی نداشت. سرانجام با هماهنگی پلیس، فارل با کارل تاکر تماس میگیره. هر دوی اونها از سابقه و کارهای همدیگه اطلاع داشتن. به همدیگه هم اعتماد دارن. بر اساس صحبت‌ها تاکر هنوز به کار سرقت از خودروهای زره‌پوش مشغول بوده. ولی خب طی این صحبت‌ها اسم هیچ کدوم از دوستا هم دستاشو نمیاره. فارل به تاکر میگه که به یه کار احتیاج داره و از اون میخواد تا وارد گروه اونها بشه. ولی تاکر به قدری معتاد بود که دم به تله نمیده. فارل با مشورت پلیس به تاکر میگه که یکی از خویشاوندای اون راننده خودروهای زره‌پوشه. تاکر هم فوراً از فارل درخواست میکنه که اطلاعات اون شخص رو که تو شرکت خودروهای زره‌پوشه در اختیار اون بذاره. این اطلاعات برای یه دزد خودروی زره‌پوش خیلی ارزشمنده،
چون مکان دقیق خودروی زره‌پوش رو میتونه بفهمه. اطلاعاتی مثل زمان دقیق حرکت و حتی مقدار پولی که خودروی زره‌پوش به همراه داره رو هم میتونسته بفهمه. فارل با درخواست تاکر موافقت میکنه و به گفته خودش اطلاعات شخصی راننده رو در اختیار اون قرار میده. فارل با همکاری پلیس تمام اطلاعات اون شخص که مربوط به راننده خودروی زره‌پوش بوده در اختیار تاکر قرار میده. اطلاعات اون شخص نشون میده که در روز سه‌شنبه این خودرو از یه مسیر مشخص میگذره. حالا اداره تحقیقات فدرال با همکاری نیروهای پلیس یه دام رو برای دستگیری دزدای حرفه‌ای خودروی زره‌پوش پهن کرده بودن. البته همه چیز به تاکر بستگی داشت. اینکه برای این سرقت آماده میشه یا نه. احتمال اینکه تاکر دست به این سرقت مسلحانه بزنه بالاست، چون به فارل اعتماد داره. مامورا تو خودروی استیو فارل یه دستگاه شنود کار میذارن تا بتونن گفتگوهای اون و تاکر رو بشنون. تاکر تمام راهها و خیابونا رو میشناسه. سرانجام تو طی این صحبت‌ها هویت تک تک همدستای تاکر برای پلیس آشکار میشه. یکی از این افراد جیمز مورفی بود. اون همیشه به خودش افتخار میکرد که بهترین سارق خودروه. یکی دیگه از همدستای تاکر مایکل هابیتس نام داشت. اونم یه مجرم حرفه‌ای بود که اکثر سالهای عمر خودشو تو زندان سپری کرده بود و همیشه با خودش اسلحه حمل میکرد. یه شرکت خودروی زره‌پوش قبول میکنه تا با پلیس همکاری کنه. یکی از کارمندای این شرکت داوطلب میشه تا نقش راننده خودروی زره‌پوش رو بازی کنه و به پلیس تو دستگیری دزدا کمک بکنه. پلیس به این کارمنده اطمینان خاطر میده که تو روز سه‌شنبه موعود تنها نیست و نیروهای پلیس مواظب همه چیز هستن. یکی از مامورای اداره تحقیقات فدرال هم سوار کامیون زره‌پوش میشه تا نقش قربانی احتمالی رو بازی کنه. البته هدف از گماشتن این مأمور محافظت از بقیه نیروها و کارمندا بود. قرار شد یه تیم از بازرسا و مامورای پلیس دورادور این خودروی زره‌پوش رو تعقیب کنن. اونا هر سه‌شنبه زمان ورود و خروج این کامیون رو تحت نظر داشتن. پلیس بازم مطمئن نبود که همه چیز طبق نقشه پیش میره یا نه. این وضعیت ماه‌ها ادامه پیدا میکنه. هر سه‌شنبه ساعت 4 صبح نیروهای پلیس این کامیون رو تعقیب میکنن. بالاخره تو ژوئن سال 1990 تو مسوئن ماساچوست نیروهای پلیس متوجه میشن که مظنونین به دنبال یه خودروی زره‌پوشن تا یه بار دیگه سرقت خودشون رو انجام بدن. در واقع گروه دزدا به قدری حرفه‌ای بودن که ماها این خودروی زره‌پوش رو تحت نظر داشتن تا اینکه سرانجام دست به اقدام خودشون بزنن. نیروهای پلیس بر این عقیده بودند که همین دزدا سابقه انجام 2 سرقت تو سالهای 1987 و 1989 رو داشتن و حداقل 2 میلیون دلار رو به جیب زدن. یه حرکت در برابر کامیون زره‌پوش هامبر. با توجه به اینکه پلیس همه چیز تحت نظر داشت، یکی از خودروهای امنیتی همون کامیون رو تعقیب کرد، ولی نیروهای اداره تحقیقات فدرال و همچنین جیم کرافورد متوجه میشن که این حرکت نمایشی و نباید نیروهای امنیتی دست به کاری بزنن. احتمالاً کارتاکر فهمیده که مامورا اونو تحت نظر دارن. اداره تحقیقات فدرال خبرچینی به نام استیو فالر داشت که مورد اعتماد تاکر بود. پلیس از طریق دستگاه شنودی که تو ماشین فارل کار گذاشته بود فهمید که اون از مشارکت تو پرونده سرقت مسوئن بسیار ترسیده. تو ادامه صحبتاشون تاکر به فارل میگه که اون هم دستاش هدف خودشونو تغییر دادن و قرار از یه بانک تو آبینگتون ماساچوست سرقت کنن. سارقا خودروی زره‌پوشی که به آبینگتون میرسید و اونجا رو ترک میکرد رو تحت نظر میگیرن. اونا به طور دقیق میدونستن که چه مقدار پول تو اون خودرو وجود داره. حدوداً 2 میلیون دلار تو اون کامیون وجود داشت. پلیسا متوجه میشن که تاکر هم دستاش به آرومی خودروی زره‌پوش رو تو هنگام تحویل پول به بانک آبینگتون تحت نظر دارن. کاری که پلیسا هر سه‌شنبه انجام داده بودن یه تأثیر بد روی بازرسا گذاشته بود. انجام این مأموریت نیروهای پلیس رو به شدت تحت فشار قرار داده بود، چون هر سه‌شنبه نیمی از نیروهای پلیس در این مأموریت مشارکت داشتند. بنابراین تصمیم میگیرن یه برنامه دیگه برای دستگیری سارقا بچینن. این بار فارل به تاکر میگه که بانک آبینگتون قصد داره شعبه خودش رو تعطیل کنه و تو 9 ژانویه یه خودروی زره‌پوش این مبلغ هنگفتی رو با خودش حمل میکنه. بسته شدن بانک یه فرصت طلایی برای پلیس بود تا دزدا رو دستگیر کنه. مامورای پلیس میفهمن که تاکر قصد داره تو 9 ژانویه سال 1991 این سرقت رو به طور آزمایشی انجام بده.
ممکنه این سرقت آزمایشی تبدیل به یه سرقت واقعی بشه. مامورای پلیس از ساعت اولیه مراقب افراد سرنشین این کامیون زره‌پوش بودن. اونا متوجه میشن که گروه سارقا پیش از طلوع آفتاب این کامیون رو تحت نظر گرفتن که در واقع نشون میده اونا قصد دارن واقعا دست به سرقت بزنن. دزدا با خودشون کیسه های مختلفی رو هم میکردن که احتمالاً پر از اسلحه بود. سر و کله گروه سارقین ساعتها قبل از زمان حرکت خودروی زره‌پوش پیدا میشه. اونا موقعیت رو زیر نظر گرفته بودن اما نمیدونستن که تنها نیستن. در واقع سارقا چندین مدل وسیله نقلیه داشتن، از جمله یه ون. بالاخره سر و کله خودروی زره‌پوش هم پیدا میشه. پلیس موفق میشه توی نقطه کل دزدا رو محاصره کنه. اسم 2 نفر از دزدها مایکل مکنات و استفان فیتزپاتریک بود. تو ماشین اونها وسایل مختلفی کشف میشه که نشون میده اونها واقعا قصد سرقت از بانکو داشتن. وسایلی همچون ماسک اسکی، اسکنر پلیس و نارنجک دودزا. در واقع همه چیز برای انجام یه سرقت مهیا بود. تو اون روز ماشین زره‌پوش با نیم ساعت تأخیر رسیده بود. مامورا علت این تأخیر رو از راننده خودروی زره‌پوش میپرسن. علت این تأخیر بازجویی‌های پلیس محلی بوده. خلاصه همه دزدها محکوم میشن. مایکل هابیتس به 19 سال حبس محکوم میشه. فرد روگان مسن‌ترین فرد گروه هم به 10 سال و 182 روز حبس محکوم میشه. برای دزدای رندی مایکل مکنات و استفان فیتزپاتریک هم همین حکم بریده میشه. کارل تاکر به 19 سال حبس محکوم میشه. جیمز مورفی تنها مظنونی بود که به پرونده سرقت فیچبرگ ارتباط داره. در واقع یه شاهد بر علیه اون شهادت داده بود. حکم 65 سال حبس برای اون بریده میشه. در واقع اونها همه کارهای خودشون رو تکرار کرده بودن و دست از این کار بر نداشته بودن. فارر هم چند سال بعد به علت بیماری فوت میکنه. اون کمک زیادی به پلیس کرده بود و سعی داشت گذشته تاریک خودش رو جبران کنه. پلیس نتونست افراد دستگیر شده رو به مشارکت تو پرونده سرقت ویموس متهم کنه. ولی اگر ثابت بشه همه این دزدها تو اون پرونده مشارکت داشتن، قطعاً حکم همه اونها تغییر میکنه و باید کم کم 50 سال از عمر خودشون رو تو زندان سپری میکردن. خب دوستان، پرونده امروز هم تمام شد. امیدوارم لذت برده باشید و نظرات خودتون رو تو بخش کامنت ها با من در میون بذارید.